پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده بلخی که برای دادخواهی از مزار شریف و کابل آمده امروز با معاون نخست رئیس جمهور دیدار داشت. نزدیکان عبدالرؤوف میگویند معاون نخست رئیس جمهور بعد از سپردن این کودک تا 15 روز دیگر از بند ربایندگان آزاد ساخته خواهد شد. از سوی دیگر رئیس جمهور به تمامی مسئولان محلی در بلخ هشدار داده که اگر به زودی این کودک از جنگ ربایندگان آزاد ساخته نشوند آنان از وظایفشان برکنار خواهند شد. مسعود انصار گزارش می‌دهد. پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده بلخی برای کمک در رهایی فرزندش از مزار شریف به کابل آمده است. تلاش ها به شدت و قاطعیتش ادامه دارند، اما با ادارات امنیتی افغانستان به سرنخ‌های دست یافتند که نشان از پیشرفت در قضیه است. پس از نزدیک به 3 ماه از ربوده شدن عبدالرؤوف کودک 9 ساله و روشن نبودن سرنوشت او، رئیس جمهور غنی هشدار داده است که هرگاه برای رهایی این کودک مقام‌های محلی بلخ اقدام بیدرنگ نکنند آنان از وظیفه‌هایشان برکنار خواهند شد. ولسمشر د 9 کلن عبدالرؤوف د اختطاف قضیه په خپله تعقیبوي. د بلخ ولایت امنیتي مسؤلینو ته خبرداری ورکړې که چیرته عبدالرؤوف د اختطافچیانو له منګولو ونه ژغوري او اختطافچیان د قانون منګولو ته ونه سپاري له دندو به یې ګوښه کړي. با گذشت بیش از 3 ماه وقتی یک فرمان صادر میشه و تهدید میشه مسئولین امنیتی، معلومدار است که بیشتر برای افکار عمومی و اقناع مردم هست، نه برای انجام وظیفه. نزدیکان این کودک هشدار دادند هرگاه عبدالرؤوف از بند آدمربایان آزاد نشود راه بندر حیرتان را میبندند و برای رهایی کودکشان از طالبان کمک خواهند خواست. اونا با طالبان هم در تماس هستند و طالبان هم در این خصوص در حدود 8 نفر را 10 نفر دستگیر کردند. اگر به این وعده خود هم عمل نکرد، اگر هر واکنش از این قوم دیده شد یا از این بزرگان دیده شد، این مسئولیت به دوش خود دولت می باشد. همزمان با این باشندگان و نمایندگان هرات نیز در کنار دیگر ناامنی‌ها از آدمربایی‌ها در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. گروه‌های اختطاف، گروه‌های ترور، گروه‌های جرایم جنایی را تشکیل دادند که متاسفانه هرات در این اواخر سخت ناامن کردند. پلیس هرات میگوید که امسال 18 تن از سوی آدمربایان ربوده شدند که از این میان 5 تن را پلیس از بند رها کرده، 10 تن با پرداخت پول رها شدند و 30 تن دیگر هنوز هم در بند ربایندگانند. در طول سال 18 نفر در قید رو اختطافچی‌ها بودند، فقط حال ما 3 نفر داریم. پلیس هرات از بازداشت یک گروه 5 نفری آدمربایان که در چند رویداد دست داشتند نیز خبر می‌دهد.